آقا اصلا مثلا بدبینانه به موضوع نگاه کنیم، میگیم زمانی که مسلمون شده 4 سالش بوده. اصلا اگر 4 سالش بوده باشه هم زمان ازدواج با پیامبر سنش میشه 21. بابا لعنتی اگر تو 1 سالگیش هم مسلمون شده باشه زمان ازدواج با پیامبر یعنی در سال 4 هجری میشه 17 سالش. یه بدترین حالتشو در نظر گرفتم. تو 1 سالگی پیامبر اسلام در تمام جوانی تا 50 سالگیش فقط یک همسر داشته، اونم حضرت خدیجه بوده. 20 و چند سال زندگی مشترک، نه هوس بازی، نه تنوع طلبی، نه تمایل به تعدد زوجات. اگه یکی حتی یه ذره گرایشات خطرناک داشته باشه از همون جوانی معلوم میشه دیگه. دوما پیامبر بعد از هجرت رئیس یک شهر نوپا شد، رئیس مدینه یه شهر تازه تأسیس بود. کلی هم جنگ بدر، احزاب، تبوک، خیبر، پیمان نامه ها، عهدنامه ها، اداره مهاجرین و انصار، اقتصاد صفری که باید بهش رونق میداد، داوری های سیاسی، عدالت